نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد از اینکه در تمهید و مقدمه بیان تنزیل کتاب آمد و به تبع آن صفات منزل که غافر ذنب هست، قابل توب هست، سپس الله تعالی فرمود که کسانی که انکار بکنند، کسانی که تکذیب بکنند، کسانی که در مقابل این جدال بکنند، اونها اگر بظاهر زرق و برقی دارند، بظاهر رونقی دارند، این رونق اونها شما را فریب ندهد، به دلیل اینکه این استدراج هست. اینکه با وجود انکار توحید، با وجود انکار قرآن و جدال بالباطل در مقابل حق و اهل حق، هنوز اونها اظهار وجود و ابراز وجود می کنند. این استدراج هست، مهلت دادنی هست از طرف الله عزوجل که تدریجاً کم کم به طرف هلاکت می روند، به طرف نابودی می روند. نمونه هایی را الله تعالی ذکر می فرماید. کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. به نمونه های اشاره می کند. منظور این ربط آیه هم همینه که اینها هم مثل مخاطبین شما، مثل قریش مکه، مثل کسانی که شما را قبول ندارند، انکار میکنند، قوم نوح هم کفر کرد، انکار کرد. بقیه احزاب بعد از قوم نوح،
قوم هود، قوم ثمود، قوم لوط که اکثر اینها جریاناتشون، داستانهایشون در قرآن به ردیف می آید، به ترتیب می آید. اینها هم یه روز مثل اینها همه چیز داشتند، همه امکانات داشتند، ولی وقتی که در مقابل حق و اهل حق ایستادند و تکذیب کردند، پیامبران ما را اذیت کردند، جدال بالباطل کردند، خدای تعالی نابودشان کرد. امروز اثری از اونها نمی بینید. ضمناً در این کذبت قبلهم قوم نوح اسباب سگانه عذاب هم ذکر هستند. اسباب سگانه عذاب در دنیا اصلش میدانید که دنیا دارالجزا نیست، دار عذاب نیست. دنیا دار امتحان است. دنیا جایی هست و داری هست که هر کسی اسب خودش را میتازاند. اما وقتی که اقوام این سه مرض را داشته باشند، خدای عزوجل کمتر اونها را مهلت میده، در همین دنیا مؤاخذهشون میکنه. یک، تکذیب، اسباب سگانه عذاب. یک، تکذیب داعیان حق، تکذیب رسول، تکذیب پیامبران. دو، ایذاء و توهین رسول، اذیت و آزار و توهین رسول. و سه، جدال بالباطل. یعنی تنها با تکذیب خدا عذاب نمیده، عذاب میده در آخرت، عذاب میده در دنیا، عذاب نمیده. یعنی یک قومی دعوت پیغمبر را نپذیرد، بگه من قبول نمی کنم، کفر بکنه، بگه که واقعیت نداره، تکذیب بکند، به صرف این خدای تعالی در دنیا مؤاخذه نمی کند. اما وقتی که بیاید و به نبی خدا، به داعی دین، به فرستاده خدا توهین کند و شروع به اذیت و آزار بکند، درگیر بشه یا اینکه ممانعت بکند و همچنین جدال بالباطل بکند، پیغمبر دعوت حق را میگه، این در مقابل دعوت حق برای از بین بردن اثرات دعوت حق توطئه میکند، نیرنگ میکند و شب و روز برنامه ریزی میکند تا مردم متأثر نشوند، مردم فریفته این دعوت حق نشوند. این را میگن جدال بالباطل. وقتی که این کار را بکند، دیگه خدای عزوجل چیکار میکند؟ به عذاب میآید، به خشم میآید و به عذاب گرفتارشون میکند. پس خدای عزوجل ضمن این که نمونه از اقوام گذشته بیان فرموده، رب العالمین در این آیه شریفه اسباب سگانه عذاب را هم بیان فرموده. ملاحظه بفرمایید: کذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم. بنویسید سبب اول تکذیب حق، تکذیب کردن قبل از اینها، یعنی قبل از قریش مکه، قوم نوح و احزاب دیگر بعد از قوم نوح. و همت کل امت برسولهم، این سبب دوم هست، توهین و ایذاء رسول. قصد کرد هر امتی، هر گروهی به پیغمبرشان، یعنی پیغمبر را مورد هدف قرار دادند که چی؟ لیأخذوه و جاد لیأخذوه، تا پیغمبر را بگیرند چیکار بکنن؟ پایینش بنویس و بکشند یا قتل بکنند. اینها
نه اینکه تکذیب کردند بلکه تصمیم گرفتند که پیغمبران را هم از بین ببرند، پیغمبران را بگیرند، اذیت و آزار برسانند، بکشند. لذا این موجب چی شد؟ عذاب شد. به قول عارف رومی هیچ قومی را خدا رسوا نکرد تا دل صاحب دلی نیامد به درد. اینها دلهای صاحب دلان را به درد آوردند، اونها را اذیت و آزار رسوندند. و سوم، سبب سوم جدال بالباطل، و جادلوا بالباطل، جدال کردن بالباطل. چرا جدال بالباطل؟ یعنی با حق مبارزه کردن به وسیله باطل. مثال و عرض کنم که نمونه ها را قبلا خدمت شما عرض کردم که مثلا اهل حق برای اثبات حق دلائل قاطعه و براهین ساطعه میارند، برهان و حجت و دلیل قوی. این میخواهد بی اثر بکند دلائل را با یک افسانه‌ای، با یک داستانی، با شبهاتی، با یک سری اشکالات واهی و پوچ. چیکار میکند؟ میخواد بگه که نه این حق این نیست، حق این نیست، واقعیت این نیست. مثلا شما میگید که از غیر خدا استمداد نکن. از غیر خدا استمداد کردن شرکه. الان مسئله را خلط میکند، خلط مبحث میکنه، میگه پس به دکتر رفتن هم شرکه، چون از غیر خدا کمک خواستن است. از این قبیل شبهات در حالی که میدوند فرقش چیه. لذا مردم را سرگردان میکنه، مردم را مانع میشه که اونها حق نپذیرند. و جادلوا بالباطل، با باطل جدال کردند. این سبب سوم است. چرا جدال کردند؟ لیدحضوا به الحق، تا که بلغزانند به وسیله این حق را. دحض از نظر لغوی به معنی لغزاندن، منظور اینه که بی اثر بکنند، بیاندازند، تأثیراتش را دور بکنند. تأثیرات چی را؟ حق را. پس وقتی که این کار را کردند، هم پیامبران هم تکذیب کردند، هم پیامبران ما را اذیت و آزار رساندند و هم جدال بالباطل کردند تا حق بی اثر بشه، حق در دل مردم جا نیفتد. خدا میفرماد فکیف کان عقاب. این استفهام را چی میگن؟ استفهام تحویلیه، استفهامی که حول ایجاد میکنن. فکیف کان عقاب، عذاب من چگونه بود؟ یعنی خیلی سخت، خطرناک. خدای عزوجل بد جوری اونها را مؤاخذه کرد. معنیش اینه. پس عرض کردم که اینها اسباب عذاب هستند. آیات دیگری که این آیه را و این تفسیر را تفسیر می کند و تایید می کند، عنایت داشته باشید. الله تعالی می فرماید و ما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی دهیم تا زمانی که رسولان را نفرستیم. منظور اینه که رسول میاد، رسول تکذیب میشه، رسول توهین میشه، با رسول مبارزه میشه، بعدن عذاب میاد. یا اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، هرگاه ما بخواهیم قریه را، شهری را، روستایی را هلاک کنیم، مترفین اون قریه را، انسانهای خوشگذران را، اونها را وادار میکنیم. ففسقوا فیها، فسق میکنند، تمرد میکنند، از مسیر حق خارج میشند، پیامبران را اذیت میکنند. فحق علیها القول فدمرناها تدمیرا. پس سخن عذاب و عذاب برای اونها چی میشه؟ ثابت میشه، برای اونها استحقاق عذاب قرار میگیرن، بعدا ما تباه و نابود میگردانیم. بس اینها اسباب بودند، اسباب عذاب و اسباب سگانه‌ای که موجب نزول عذاب میشن. و كذلك حقت
کلمت ربک علی الذین کفروا انهم اصحاب النار. این تنها عذابی که گفته شد تنها در دنیا نیست، در آخرت هم هست. الله تعالی می فرماید و کذالک حقت کلمت ربک، همچنین ثابت شده کلمه رب علی الذین کفروا، بر کفار. کلمه رب چیه؟ ببینید کلمت ربک شما بنویسید مبدل منه، انهم اصحاب النار بدل. ترکیب که بکنید تفسیر راحت میشه، مفهوم متوجه میشیم، راحت متوجه میشیم. الله تعالی میفرماید نه تنها در دنیا بلکه در آخرت هم همچنین کلمه رب یعنی فیصله رب ثابت شده. اون فیصله رب چیه؟ انهم اصحاب النار. پس کلمت ربک مبدل منه انهم اصحاب النار چی؟ بدل. یعنی فیصله پروردگار در اینها، درباره اینها ثابت است، محقق است که انهم اصحاب النار. اینها نه تنها در دنیا عذاب داده می شوند، در عقبا هم انهم اصحاب النار، اینها اهل جهنم هستند. عذاب اصلی اونجاست، عذاب حقیقی اونجا هست. بله. و کذالک، پس اون تخویف دنیوی بود، این تخویف اخروی است. بیان عذاب در دنیا بود، این بیان عذاب در عقبا و آخرت است. الذين يحملون العرش ومن حوله. خب اون آیه گذشته بیان عذاب بود برای کسانی که این حکم نامه را نپذیرند، برای کسانی که این حکم نامه را نپذیرند، قبول نکنند. حال الذين يحملون العرش، اینجا الله عزوجل درباره کسانی سخن میگوید که این حکم نامه را بپذیرند. اونهایی که این حکم نامه را میپذیرند حملت العرش برای اونها و برای آبا و اجداد و اولاد و احفاد اونها دعای مغفرت میکنند. مستحقین چی میشوند؟ مغفرت میشوند. خب پس ربطش مشخصه، اونها حکمنامه را نپذیرفتند، اینها حکمنامه را پذیرفتند. می توانید در پایینش یک کلمه بنویسید، خود به خود ربط مشخص میشه. در مقابل منکرین، اونا منکرین بودند، اینا مؤمنینند. الذين يحملون العرش ومن حوله، کسانی که حاملین عرش هستند، عرش رحمان را حمل می کنند. و من حوله، و کسانی که اطراف عرش هستند، فرشتگان بیشماری، عددشون لا تعد ولا تحصى، خدا بهتر میدوند چقدر هستند. الله تعالی در رابطه با این حملت العرش می فرماید یسبحون بحمد ربهم، تسبیح و تحمید رب بیان می کنند. تسبیح و تحمید رب می گویند، تسبیح گویان و تحمید گویان هستند. و یؤمنون به، و ایمان دارند به او، یعنی به رب، یا ایمان دارند به حکم نامه. خب اینجا یه اشکالی هست به ظاهر که وقتی که کسی تسبیح و تحمید میگوید اون دیگه ایمان دارد. متوجه هستید؟ کسی که تسبیح پروردگار بیان میکند، کسی که ذکر خدا میکند، خب اون به خدا ایمان دارد. پس ما یؤمنون را از یسبحون خود به خود فهمیدیم که اینها مؤمن هستند. چه نیازی هست که باز و یؤمنون به این را هم چی کرد؟ ذکر کرد. بعضی مفسرین میگویند که به خاطر اینکه فضل ایمان مؤمنین را ظاهر بکند، ایمان فرشتگان را ذکر کرد.
متوجه هستید که اونها، ببین شما ایمان بالغیب دارید، شما هیچی ندیدید، نه خدا را دیدید، نه عرش دیدید، نه لوح محفوظ دیدید، نه کرسی دیدید، نه بهشت را مشاهده کردید، نه جهنم را. همه را پیغمبرتون براتون گفته شما ایمان دارید، باور دارید. اما اونها نه، اونها اونجا حاملین عرش هستند، مظاهر قدرت خدای عزوجل را اونجا می بینند. لذا و یؤمنون، با وجود دیدن ایمان می آورند، شما ندیده ایمان می آورید، پس ایمان شما بر ایمان اونها چی دارد؟ برتری دارد. بعضی این توجیه را گفتن که زیاد قوی نیست، بعدا عرض می کنم چرا قوی نیست. اما یک توجیه علامه زمخشری رحمه الله صاحب تفسیر کشاف ذکر کرده که این توجیه را امام رازی خیلی میپسندد و خیلی دوست دارد و این توجیه را که امام رازی نقل میکند چقدر از صاحب کشاف تعریف میکند که نکته بسیار جالبی گفته. اون این هست که ما فکر میکنیم که اینها که در ملأ اعلا هستند، در آسمان ها هستند، بالخصوص حملت العرش. خب حملت العرش که باشد الرحمن علی العرش استوى، اونجا محل عرض کنم که انوارات و برکات الرحمن است، محل ظهور جمال و جلال هست، محل ظهور جلال هست. پس ما فکر میکنیم که اینها همه چیز را میبینند، همه چیز را مشاهده میکنند. الله تعالی اینجا اشاره کرده که نه، اونها با وجودی که اونجا دارن انجام وظیفه میکنند، اونها هم خدا را نمیبینند. ایمان اونها هم ایمان بالغیب است. و یؤمنون به، اشاره به این هست که ایمان اونها مثل ایمان شماست. یعنی ایمان چی هست؟ بالغیب هست. درسته که خدای عزوجل وقتی که ذکر می کند الرحمن علی العرش استوى، به این معنی که محل انوارات و محل جمال و ظهور جمال در عرش است، اما فرشتگان چیزی مشاهده نمی کنند. خدای عزوجل ایمانی که به فرشتگان داده، ایمان اونها هم ایمان بالغیب است. اما اینکه خود عرش را که میبینند، خب شما هم از این آیات زیاد میبینید. شما مگه خورشید را نمیبینید؟ خورشید آیت کوچکی هست، ماه آیه کوچکی هست، سماوات و ارض آیه کوچکی هست. فرشتگان هم آیاتی میبینند، شما هم آیاتی میبینید. لذا این آیات را دیدن فرق میکند با خود خدای عزوجل را دیدن و مشاهده کردن. پس اشاره به این شده که یسبحون بحمد ربهم و یسبحون بحمد ربهم، وقتی که خدا میگه تسبیح و تحمید پروردگار میکنند، شاید شما بگید خب اونا تسبیح می، اونا شب و روز همه چیز را مشاهده میکنند، همه چیز جلوی چشمان اونهاست. الله میگه نه، و یؤمنون به، اونها هم مثل شما ایمان دارند، اونها مشاهده ندارند. متوجه هستید؟ پس الله عزوجل در واقع اشاره کرده که ایمان فرشتگان هم ایمان بالغیب هست. این نکته را و این معما را به اصطلاح علامه زمخشری به این صورت حل کرده. امام رازی رحمه الله خیلی تحسین میکند، میفرماید نکته خوبی هست. خب بعد از تسبیح و تقدیس و تحمید و بعد از اینکه ایمان دارند، اما در رابطه با عدد این فرشتگان، تعداد این فرشتگان الله اعلم، ولی در قرآن مجید در حدیث شریف هست که حملت العرش 4 نفرند و در روز قیامت در قرآن هست که 8 نفر میشند. و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8 در قرآن آمده.
و یحمل عرش ربک فوقهم یومئذ 8. 8 هستن. الان 8 مفسرین میگن عرش با اون عظمت 8 به چه معنا؟ شاید 8 فرماندهی هستند که هر یک شاید میلیون ها ما تحت داشته باشد، یا که 8 صف بعضی گفتند 8 صف هستند صفوف ملائکه که اینها حملت العرش هستند و تعدادشون چقدر هست الله بهتر میداند. و من حوله، نه تنها اونهایی که حاملین عرش هستند بلکه اونهایی که من حوله هستند، اطراف عرش هستند. اینها عددشون از بعضی از روایات معلوم میشه که لا تعد ولا تحصى، بی شمار است. از یک روایتی ما میدونیم بی شمار هست که در این روایت داریم که الله عزوجل در موازی بیت الله که محل طواف فرشتگان هست اونجا را تعیین کرده برای طواف اینها. و در روایتی که در صحیح مسلم هم هست در اکثر تفاسیر مفسرین نقل کردن نوشتند که هر روزی که اینها طواف میکنند 70,000 فرشته طواف میکنند. بعدا دیگه تا قیامت به اینها نوبت نمیرسد از بس که عددشون زیاد هست. پس این همه فرشته ها نشستند تسبیح و تحمید میگویند، به رب هم ایمان دارند، ایمان بالغیب دارند، برای شما مؤمنین دعای مغفرت میکنند. توجه داشته باشید. و یستغفرون للذین آمنوا، و مغفرت می طلبند للذین، این لام برای اختصاص است، مخصوص برای مؤمنین. یک نکته اینجا خدمت شما عرض کنم، اون نکته این هست که شما میدونید فرشته ها بدون دستور خدای عزوجل کوچکترین اقدامی نمی کنند. قرآن گفته و یفعلون ما یؤمرون، فرشته چه کار می کند؟ هرچی بهش دستور داده میشه همون کار را می کند. این که مغفرت می کنند می طلبند برای مؤمنین، پس این هم از این قاعده مستثنا نیست، یعنی اونها بدون دستور خدای عزوجل مغفرت نمی کنند، حتما خدا بهشون دستور میده. پس آن دعایی که اونها برای مؤمنین می کنند، برای اهل ایمان می کنند، آن دعا چی هست؟ به دستور خدای عزوجل است. از اینجا چی ثابت میشه که مؤمنین واقعا محبوب عند الله هستند. خدا اینقدر دوست دارد اونها را که به فرشتگان خودش میگه از من برای اینها مغفرت بطلبید، بهشت بطلبید و دوری از جهنم و از عذاب بطلبید. خب پس دعای فرشتگان ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما، این تمهید دعا هست، مقدمه دعا هست. بار الها همه چیز را در بر گرفتی از نظر رحمت و علم. یعنی چه؟ ای واسع رحمتک و علمک كل شيء، رحمت تو و علم تو هر چیزی را در بر گرفته. این تمهید است، این مقدمه هست از آداب دعای. همینه که انسان وقتی که دعا می کند اول صفات رب العالمین را چی می کند؟ بیان می کند. چنانچه سوره حمد، سوره فاتحه یکی از نامهایش است تعلیم المسئله. در اون سوره خدای عزوجل به ما تعلیم داده که چگونه سوال کنیم، چگونه دعا کنیم. لذا اونجا الله می فرماید الحمدلله رب العالمین، ای قل الحمدلله. اول خدا را تعریف کن، بگو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. صفات پروردگار را ذکر کن و رابطه خودت با حق را بیان کن، سپس دعا کن اهدنا الصراط المستقیم. پس ببینید دعای فرشتگان هم بر همون اصل است. ربنا وسعت كل شيء رحمة و علما. بار اله
هر چیز را از نظر رحمت و علم در بر گرفتی، یعنی رحمت تو همه چیز را شامل است و علم تو هم از همه چیز تو میدانی. لذا سؤال ما، دعای ما و خواسته ما را اجابت کن. 4 دعا می کنند فرشتگان، 4 دعا می کنند. دعای اول مغفرت ذنوب، دعای دوم حفاظت از عذاب اکبر، دعای سوم حفاظت از عذاب اصغر و دعای 4م دخول بهشت. عنایت داشته باشید. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم. این 2 دعا شد. دعای اول فاغفر للذین، ببخش کسانی را که تابوا توبه کردن، ای من الشرک، ایمان آوردن، از شرک توبه کردن، واتبعوا سبیلک، و آنهایی که راه توحیدی تو را پیروی کردند اونها را ببخش. معلوم میشه که زمانی ما مشمول دعای فرشتگان قرار میگیریم که توبه بکنیم. بدون توبه، بدون اتباع راه حق، انسان مشمول دعای فرشتگان نمیشه. پس ضمن این که خدای عزوجل در این آیه شریفه دعای فرشتگان را ذکر کرده، برای ما شرایط را هم ذکر کرده که اگر میخواهید اون دعا شاملتون بشه، 1 توبه بکنید، 2 راه خدا را اتباع بکنید. فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، این دعای اول شد. دعای دوم وقهم عذاب الجحیم، آنها را از عذاب جهیم نجات بده، حفاظتشون بکن. بنویسید که مقتضای مغفرت است. خب مقتضای مغفرت همینه که خدای عزوجل از عذاب جهنم برهاند، نجات بدهد. لذا این 2 تا دعا، اول مغفرت ذنوب شد، دوم حفاظت از عذاب اکبر، همین عذاب الجحیم است. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وازواجهم وذرياتهم. باز هم ربنا، اینو میگن اعاده لبعد العهد، چون اون ربنای اولی فاصله گرفتیم از اون، دور شد، دوباره ربنا. یا اینکه واقعا لذت دارد، شیرین هست برای دعا کننده. از آداب دعا همینه که بار بار ربنا بگوید. الله عزوجل به این شکل نقل کرده، خداوند به همین شکل دوست دارد. شما مثلا دعا میکنید، ابتدا 1 بار ربنا بگوید، بعد از اون تا آخر 10 دقیقه 20 دقیقه نیم ساعت فقط دعا بکنید، دیگه ربنا نگوید. نه، این ادب نیست. ادب اینه که بار بار بگو ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئات. بار بار ربنا، بار بار ربنا. این عرض کنم که کلمه ای هست که دعای فرشتگان هست. هر دعایی که در قرآن ذکر شده با این کلمه ذکر شده، معلوم میشه که الله عزوجل این کلمه را دوست می‌دارد، محبوب خدای عزوجل هست. بنابراین فرشتگان دوباره چی میکنن؟ تکرار میکنن. ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم، آنها را داخل بگردان در جنات و در باغات همیشگی. عدن در واقع اون جایی که برای سکونت هست، برای اینکه انسان اونجا عرض کنم که سکونت داشته باشد. اون جناتی که وعدتهم، وعده کردی با آنان، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، آنهایی که صلاحیت ورود بهشت دارند، من آبائهم از پدرانشان، و ازواجهم همسرانشان، و ذریاتهم اولادشان احفادشان. اینجا و من صلح من آبائهم شما بنویسید، گرچه در درجه آنها نیستند، گرچه در درجه آنها نیستند. معنیش اینه که
گاهی انسان در یک جایگاه خاصی از بهشت قرار میگیرد، عزیزان نزدیکان هم در بهشتند ولی در اون درجه قرار ندارند. لذا الله عزوجل اکراما لهذا العبد المقرب، این بندهی که مقرب هست و در یک درجه خاصی قرار دارد، اکراما له بقیه خیشاوندانش را، بقیه اعزهش را هم به همون جایگاه قرار میده و از جایگاه او چیزی کم نمی کند. به عنوان مثال اگر اون در درجه هفتم و در طبقه هفتم قرار دارد و عزیزانش در طبقه یکم و اول قرار دارند، این نیست که 3 طبقه اون را پایین بیارن 3 طبقه اینها را بالا ببرند. اون به جای خودش هست، اینها می روند اونجا قرار می گیرند. در یک روایتی هم داریم اکثر مفسران ذکر کردند که بعضی از بندگان مقرب خدای تعالی که در دنیا به دلیل طاعت و عبادت و ریاضت قرب خاص خدای تعالی را حاصل کردند، خدای عزوجل در روز قیامت یک جایگاه ویژه‌ای به اونها میده که این جایگاه خاصی است، کسی دیگه دارای اون جایگاه نیست، چون که این خیلی طاعت و بندگی داشته، خیلی خدمت کرده برای دین خدا. اطرافش را نگاه میکند میبیند اطرافیان نیستند، پدر نیست، پسر نیست، برادر نیست، مادر نیست، خواهر نیست. لذا میپرسد که بقیه کجا هستند؟ اطرافیان من میگن، فرشتگان جواب میدن اونا تو بهشت هستند، اما اینجا در ردیف تو نیستند، در این عرض کنم که درجه و جایگاه تو نیستند. بعدا این دعا میکنن، میگه خدایا من هر چی کردم فقط برای خودم نکردم، برای خودم و تمام عزیزانم انجام دادم. وقتی که این دعا را میکند الله تعالی دستور میده تمام عزیزانش را در همین جایگاهی که خودش قرار دارد بیاورند و قرار بدهند. چنانچه در سوره های دیگه هم هست، والذین صبروا، در سوره مبارکه رعد هست، والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاة. صبرو همون استقامت است، نه؟ استقامت در دین، استقامت بر طاعت، استقامت بر ترک معصیت، استقامت بر مصائب و شدائدی که در راه دین برای اهل حق می آید. اینها هستند که الله جایگاه خاص بهشون میده. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه الی آخره. الله می فرماید بعضی صفاتش را ذکر می کند، آخر می فرماید جنات عدن يدخلونها و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. اونجا هم همین هست که همین دعایی که فرشتگان می کنند الله تعالی فرموده برای اونها هست. لذا و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم، اینجا آبا را ذکر کرد، پدران را، همسران را، فرزندان را، اختصاص به اینها ندارد، ولی چون که نزدیکترین اینها هستند، هر کسی که دوست داشته باشی شامل برادر و خواهر میشه، شامل بقیه قوم و خویشاوند هم میشه. هر کسی که انسان دوست داره که با اونها یک جا زندگی بکند همه را شامل میشه. انک انت العزیز الحکیم، همانا تو عزیز و حکیم هستی. عزیز به معنی غالب و حکیم با حکمت. اما عزیز بنویسید قادر بر مغفرت، چون عزیز غالب بحث مغفرت آمد، و حکیم اینکه به هر یکی جایگاه مناسبی میدهی. خداوند حکیم است، هر بهشتی را به چه درجه قرار بدهد حکمتی و هر چی تقاضا بکند. وقهم السیئات، این دعای چهارم است. 3 تا دعا خواندید، دعای چهارم است. گفتیم دعای حفاظت از عذاب اصغر، اون عذاب اکبر بود الجحیم، این عذاب اکبر است. وقهم السیئات، سیئات یعنی جزاء السیئات، یا سیئات به معنی عقوبات، از بقیه عقوبات، از جزای سیئات. جای در دنیا لغزیده، کار اشتباهی کرده، خب باید گوشمالی کوچیکی داده بشه، از اونم خدای اینها را حفاظت بکن. و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته، هر کسی که تو او را حفاظت کنی پروردگارا
در آن روز واقعا بر او رحم کردی، به درستی بر او رحم کردی. و من تقی السیئات، سیئات بازم همون تفسیر اول، یعنی کسی را که از جزاء السیئات، هیچ انسان بدون سیئه بدون اشتباه نیست، هر کسی که از جزای اشتباهاتش محفوظ قرار دادی. یا سیئات را بعضی تفسیر کردن عقوبات. مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله سیئات را یه تفسیر دیگری میکنه که اون از همه اینها بیشتر موجب پسند هست، چون که اگر ما سیئات را به عذاب تفسیر میکنیم، خب قبلا گذشت که وقهم عذاب الجحیم، خدای از عذاب جهنم او را نجات بده. خب این سیئات هم عذابشون، جزایشون همون جهنمه، در جای دیگه که انسان را عذاب نمیدند. پس مولانا تانوی رحمه الله نکته اینجا بیان فرموده که این مشکل ما حل میشه. اون نکته این است که میفرماید سیئات یعنی پریشانی های میدان قیامت. در روز قیامت فقط کفار پریشان نیستند، از احادیث معلوم میشه که همه پریشانند، پیش پیامبران میروند بلا تکلیفند، این پیغمبر اون پیغمبر. حدیث شفاعت کبرا خواندید، حدیث مفصلی هست، پیش نوح میروند، پیش آدم میروند، پیش ابراهیم میروند که خدا را شما شفاعت بکنید، خدا را دعا کنید، بخواهید که زودتر تکلیف ما روشن کنه. پس پریشانی ها زیاد هستند. در احادیث دیگه می آید که انسان ها غرق هستند در عرق، بعضی ها تا شتالنگ پا، بعضی ها تا زانو، بعضی ها تا کمر، بعضی ها تا گردن. اما گروهی هست که زیر سایه عرش رحمان جا دارد. سبعة یظلهم الله فی ظل عرشه یوم لا ظل الا ظله. لذا پس معنای سیئات اینه، عذاب جهنم نیست. خدایا از بقیه حواشی، پریشانی هایی که در حاشیه هستند، پریشانی هایی که در میدان حشر هستند، در حساب و کتاب هستند، از اون پریشانی ها هم اینها را نجات بده. این معنی هست. و من تق السیئات یومئذ فقد رحمته. هر کسی را که تو حفاظت کردی از سیئات در آن روز، همانا بر او رحم کردی. و ذلك هو الفوز العظیم. الله می فرماید این فوز عظیم است، رستگاری و حسر است. چون الفوز العظیم خبرش چی آمده؟ باز با الف لام آمده، یعنی تنها رستگاری همینه که انسان اونجا نجات بیابد. رزقنا الله و ایاکم. ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اکبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكبر. این عنوان چهارم است. عنوان سوم الذين يحملون العرش بود. اونجا خدمت شما عرض کردم کسانی که این حکمنامه را بپذیرند و بر اون عمل بکنند، فرشتگان در حق او دعا می کنند. این عنوان چهارم است. کسانی که این حکمنامه را نپذیرند، انکار بکنند، کفر بکنند، اون وقت نتیجهشون این میشه که خدای عزوجل بر اونها غضب می فرماید، در جهنم مورد ملامت قرار میگیرند و این توبیخی هست که در جهنم نسبت به اونها میشه. ان الذين كفروا ينادون، به درستی کسانی که کفر کردند، ینادون ندا کرده میشوند از سوی پروردگار. لمقت الله اکبر من مقتکم. خشم الهی بزرگتر است از خشم شما که امروز دارید انفسکم بر خودتون، بر جانهایتان. چون که در حدیث شریف می آید که کسانی که به جهنم می افتند چنان بر خود عصبانی هستند که دستهای خودشون را گاز می گیرند و انگشتان خودشون را خونالود می کنند به وسیله دندان. خود عصبانی هستند، بر خود ناراحت هستند. وقتی که این عصبانیت اونها مشاهده میشه و این ناراحتی اونها دیده میشه،
بعدا اونها از طرف الله تعالی مورد خطاب قرار میگیرند، میگن ای کفار چقدر امروز بر خودتون عصبانی هستید که دستای خودتون را تکه پاره کردید با دندان. بدونید اون روزی که شما در دنیا کفر میکردید خشم الله عزوجل از این خشمی که امروز شما بر خودتون دارید بیشتر بود. لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم. البته خشم الهی، غضب الهی بیشتر هست از خشم شما بر خودتان. اذ تدعون الى الایمان فتکفرون. این سبب مقت است. چرا؟ زمانی که شما فراخوانده می شدید به سوی ایمان، بنویسید در دنیا فراخوانده می شدید، فتکفرون پس کفر می کردید بعد از دعوت ایمان. بعد از اینکه شما را به سوی ایمان دعوت دادن شما کفر کردید. لذا الله عزوجل بر اون کفر بسیار غضبناک بود از این غضبی که شما امروز دارید. اما مجرمین الان اقرار می کنند در دنیا 3 موت و حیات را قبول داشتند. یکی این که اول نبودیم، دوم اون نبودن اول مرگ هست. نه الان کفار را بپرسید که یک روزی بود که شما به دنیا نیامده بود مثل مرده بودی، میگه بله. بپرسید که امروز در دنیا زنده هستی، میگه بله. بپرسید که آیا یک روزی میمیرید از این دنیا میروید، میگه بله. باز بپرسید آیا دوباره زنده میشوید، این قبول نداره. پس 3 تاش را قبول داره، 2 موت و 1 حیات. در واقع 2 موت و 1 حیات نیست، 2 موت و 2 حیات هستند. یک حیات دیگه هم هست که بعد از این که انسان مرد دوباره زنده میشه. کفار اینجا قبول ندارن، الله میفرماد اونجا اقرار میکنند. چی میگویند؟ قالوا ربنا امتنا 2 و احییتنا 2. میگویند بار الها رب ما امتنا، ما را موت دادی 2 بار، و احییتنا و ما را حیات دادی 2 بار. الان دیدیم، مشاهده کردیم، ولی اشتباه کردیم. امروز به اشتباه خودمون اعتراف میکنیم. فاعترفنا بذنوبنا، ما اعتراف میکنیم به گناهانمان. الان که اعتراف میکنیم، فهل الی خروج من سبیل، آیا راهی هست برای خروج، برای برون رفت از این مشکلی که ما گرفتار شدیم؟ این استفهام است، اما استفهام طلبی هست. آیا راهی هست؟ معنی اینه که خدای برای ما راهی درست کن، برگردان ما را. تاییدش با آیه دیگری هست که خدای تعالی می فرماید، اونها میگن فرجعنا نعمل صالحا، فرجعنا نعمل صالحا، ما را برگردان، ما میخوایم عمل صالح انجام بدیم، بس دیگه اشتباه نمی کنیم. پس این مطالبه شون هست. اما میخواستم درباره مصداق امتنا که عرض کردم، مصداق امتنا و مصداق احییتنا 2 موت و 2 حیات خدمت شما عرض کنم. همه مفسرین نوشتند آیات دیگه هم تایید میکنند که موت اول عدم هست، عدم الحیات، این که ما هنوز حیات نداشتیم، یا اصلا وجودی نداشتیم یا وجودی داشتیم. بعضی هم میگویند زمانی که انسان درست شده بود در شکم مادر، اما هنوز بهش حیات داده نشده، هنوز بهش روح داده نشده، پس وجود دارد اما حیات ندارد. اون هست موت اول. حیات اول اینه که خدا بهش حیات میده، بهش زندگی میده، انسان زنده میشه، در شکم مادر زنده میشه، میاد تو دنیا. این حیات اول هست. موت دوم موتی هست، موت دنیا هست، همین مرگی که در دنیا برای هر انسان اتفاق میفته. حیات دوم حیاتی هست که به وسیله سور و نفخه سور دوم انسان ها از قبرها بلند می شوند. همه انسان ها از قبرها
بلند میشه. پس دیگه حیاتی نیست. این که انسان میرد و به برزخ میرود، اون حیات برزخی هست. قرآن مجید هم در جای دیگه فرموده کیف تکفرون بالله، در سوره بقره هست، کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. بعد از اینکه شما را دوباره زنده بکند، دیگه به سوی الله تعالی به میدان محشر شما چی میشید؟ فراخوانده میشوید، اونجا برگردانده میشوید. پس این دو موت و این دو حیات هستند. دیگه حیات دنیوی در قبر که انسان بگه دوباره در قبر زنده میشه، اگر دوباره در قبر زنده بشه، باز باید بمیره با نفخه اسرافیل، باز دوباره با نفخه دوم زنده بشه، پس میشه 3 موت و 3 حیات، در حالی که اینطور نیست. زمین ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا، ما اعتراف میکنیم به گناهان خودمون، فهل الی خروج من سبیل، آیا راهی هست که ما برگردیم؟ ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم. ببین اینجا علت بیان شده، جواب اونها مقدر است. این اندماج است که قبلا دیروز اصطلاحش را خواندیم. اندماج یعنی از ما قبل و ما بعد معلوم میشه جوابش چیه. جوابشون اینه لا سبیل الی خروج، یا لا سبیل من خروج، لا من سبیل للخروج، هیچ راهی برای خروج نیست. چرا؟ ذالکم علت است. پس پایین ذالکم نیست، علت جواب که قائم مقام جواب است. جواب را خدای عزوجل اینجا ذکر نکرد، علت را ذکر کرد. ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم. نوشتن مفسرین همین مطلبی که عرض کردم. قرطبی نوشته و فی الکلام متروکن، کلام بخشش متروک شده، تقدیره فاجیب بان لا سبیل الی الرد. به اینها جواب داده میشه که راهی به برگشتن به دنیا نیست، لا سبیل الی الرد، و ذلك لانکم اذا دعی الله وحده کفرتم. در جای دیگه میاد اذا دعی الله وحده کفرتم، اینجا هم هست ذالکم بانه اذا دعی الله وحده کفرتم. این به سبب این است که هرگاه خدا فراخوانده میشد، تنها خدا را فریاد میزدن، شما کفر میکردید. ببین مشکلشون با توحید بود، وحده بود، نه با خدای عزوجل. با تنها خدا را فریاد زدن. و این یشرک به تؤمنوا، اگر شرک میشد به او، با خدای عزوجل شرکی انجام میگرفت، تؤمنوا شما تصدیق میکردید، ایمان میآوردید، یعنی شرک را میپذیرفتید، پذیرش شرک در وجود شما بود. پس راهی نیست برای خروج. فالحکم لله العلی الکبیر. پس فیصله برای الله هست، اون اللهی که علی کبیر هست، بر هر چیز برتر است و کبیر، بسیار ذاتش بزرگ و عظیم هست. خب این حکم چیه؟ پایین حکم بنویسید فیصله ابدی، یعنی جهنم. خدا فیصله کرده، حکم همون حکمه که فیصله کرده. بله، پس عنایت فرمودید که این جزای کسانی که حکمنامه را نمیپذیرند بود. قبلا جزای کسانی که حکمنامه را میپذیرند، اونجا دعای فرشتگان بود، اونجا استحقاق بهشت بود، و اینجا چی؟ اینجا جهنم و واویلا و حسرت خوردن. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا. ارتباط، ربط، مناسبت. بعد از اینکه خدای عزوجل جزای هر دو گروه را بیان فرمود، حال خدای تعالی ترغیب میدهد، ترغیب میدهد الی التوحید. الان که واقعیت را میدونی،
الان بیا اینجا جایش هست، بیا به سوی حق، بیا به سوی واقعیت. هو الذی یریکم آیاته و ینزل لکم من السماء رزقا. خب پس بعد از تمهید الان ترغیب است برای پذیرفتن حکمنامه. الله می فرماید الله اون ذاتی است که شما را نشان میده آیاتش را، و ینزل لکم من السماء رزقا، و فرو می فرستد برای شما از آسمان رزق. عنایت داشته باشید که انسان متشکل است از دو بخش، ماده و روح. انسان تشکیل شده از روح و جسم. الله تعالی اینجا اشاره کرده که من برای شما در ترغیب چیه؟ برنامه ریزی هر دو غذا، هم غذای روح هم غذای جسم. هو الذی یریکم آیاته، این غذای روح است. آیات خدا را وقتی که ببینی، مشاهده بکنی، دلائل را، براهین را، دلت مطمئن میشه، ایمانت کامل میشه، یقین و باورت کامل میشه. خب این چی شد؟ آیات و دلائل غذای چی هستند؟ روح هستند. باز خدای عزوجل فقط غذای روح نمیده، غذای جسم هم میده. و ینزل لکم من السماء رزقا، از آسمان برای شما رزق فرستاده. بس خدای تعالی هم برای روح شما برنامه ریزی دارد، آیات را نشان میده تا ایمان بیاوری. ایمان که آوردی چی میشه؟ غذای روح ایمان است، غذای روح قرآن است، آیات رحمان است. پس این شد روح. و ینزل لکم من السماء رزقا. خب یریکم آیاته، شما این کلمه را بنویسید، این مطلب و تفسیری که عرض کردم خود به خود ادا میشه، تا بر توحید استدلال کنید. هو الذی یریکم آیاته، تا بر توحید استدلال کنید. و ینزل لکم من السماء رزقا، از آسمان برای شما رزق فرستاده تا اینکه شما از اون رزق استفاده بکنید، غذای جسم شما بشه. و ما یتذکر الا من ینیب، اما پند حاصل نمی کند مگر کسی که انابت داشته باشد. این مطلب در آیات متعددی از قرآن مجید ذکر شده که کسی از این آیات بهره میگیرد، استفاده میکند که در وجودش حق طلبی باشد، اناد نباشد، انابت باشد. الله تعالی می فرماید در جای دیگه که الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب، و یهدی الیه من ینیب. در جای دیگه داریم من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب واتبع سبیل من اناب. اینها تمام انابت، حق طلبی هست، در مقابل چی هست؟ ضد و اناد هست. پس و ما یتذکر الا من ینیب را تفسیر کردن و ما یتعظ و ما یعتبر بآیات الله الا من یتوب من الشرک. از آیات الهی وعظ حاصل نمی کند، پیروی نمی کند مگر کسی که از شرک توبه کند و یرجع الی الله. چرا؟ فان المعاند لا یتذکر ولا یتعظ. تفسیر مدارک، اونی که معاند باشد نه تذکر میگیرد نه وعظ حاصل میکند. خب پس ببینید بعد از اینکه دو گروه اهل ایمان و اهل کفر بیان شدند، کسانی که حکمنامه را پذیرفتند و کسانی که نپذیرفتند، بعد از اون خداوند ترغیب داد، گفت که ببینید آیات من را هم برای روح شما غذا، هم برای جسم شما غذا. الان این همه نعمت ها می طلبد که چی؟ فدعوا الله مخلصین له الدین. این مدعای سوره هست، این موضوع محوری و اساسی این سوره هست. الله می فرماید پس بخوانید خدا را، فریاد بزنید خدا را،
در حالی که خالص قرار بدید برای او دین را. دین یعنی دعا. اولا درباره دین عرض کنم که دین چند معنا می آید. یکی دین به معنای شریعت، الطریقة المسلوکه، طریقی که خدای عزوجل به ما داده که او را بپیماییم و بر او عمل کنیم. چنانچه الله تعالی می فرماید ان الدین عند الله الاسلام. اینجا دین به معنی چی هست؟ به معنی همین طریقه هست، طریقه مسلوکه، شرع. یا الله تعالی می فرماید الیوم اکملت لکم دینکم. معنی دوم دین، دین به معنی چی می آید؟ به معنی روز جزا. چنانچه شما می خوانید مالک یوم الدین، اینجا دین به معنی جزاست. معنی سوم دین به معنی عبادت است. فاعبد الله مخلصا له الدین، یعنی خدا را عبادت کن در حالی که خالص بگردن برای خدا. الدین ای العباده، این عبادت خودت را خالصا برای خدا انجام بده. معنی چهارم هم همونه. دین به معنی دعا، دعا هم یک بخشی از عبادت است. اینجا به همون معنی است. فدع الله مخلصین له الدین ای فدع الله مخلصین له الدعاء، یعنی خدا را فریاد بزن، دعا بکن، دعایت را خالص برای خدا بکن. نگو یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی. مخلصا له الدین ای مخلصین له الدعاء، دعا خالص برای خدا باشد. پس این مدعای سوره هست و موضوع محوری سوره هست. بقیه تمام دلائل برای اثبات این هستند. ابن کثیر اینجا گفته ای اخلصوا لله وحده العبادة والدعاء فدعوا الله وخالف المشرکین فی مذهبهم و مسلکهم. با مشرکان در مذهب و مسلکشان مخالفت کنید و خالصتا برای خدا را بخوانید، خدا را فریاد بزنید. ولو کره الکافرون، گرچه کافران این را نپسندند. لو کره الکافرون، اینجا پایین ولو کره بنویسید اخلاصکم، چون شما فقط خدا را میخوانید. نه، اخلاص همینه. اخلاص در مقابل شرک است. شرک اونه که هر کسی را به فریاد بزنی، اخلاص اینه که فقط خدا را فریاد بزنی. پس ولو کره الکافرون، گرچه کافران نپسندند اخلاص شما را، این که فقط خدا را میخوانید. رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره. اینجا بنویسی اهمیت مدعا. مدعای این سوره چی بود؟ فقط خدا را بخوان. الان در رفیع الدرجات صفات خدا بیان شده، اهمیت بیان شده. در واقع چقدر، چه ذات با عظیم الشأنی هست، چه ذات بزرگی هست. رفیع الدرجات. رفیع الدرجات این دو معنا یا دو تفسیر برایش ذکر کردن. یکی رفیع به معنای مرتفع، درجات به معنای صفات. پس رفیع الدرجات است الله، یعنی مرتفع الصفات است. صفاتش بسیار عالیه هست، صفاتش بسیار بلند و بالا هست، صفات بسیار زیبایی دارد. به این معنی هست. یکی دیگه رفیع به معنی رافع، بلند کننده. اون وقت درجات به همون معنی درجه است، یعنی خدای تعالی به شما درجات بالا بالایی میده، شما را رافع میگه، رافع هست، شما را بالا میکند، به جاهای بالای شما را جای میده در روز قیامت. رفیع الدرجات ذو العرش، صاحب عرش است. کنایت عن ملکی، کنایه از ملک خدا، یعنی پادشاه است، پادشاه مطلق است. او اختیار دارد. وقتی که پادشاه است میتواند هر درجه‌ای که بخواد برای شما عنایت بفرماید.
این وصف دوم بود، رفیع الدرجات وصف اول و وصف دوم ذو العرش. وصف سوم یلقی الروح من امره على من یشاء من عباده. القا می فرماید روح را بر هر کسی که بخواهد از بندگانش. ببینید اگر روح به معنی وحی باشد، که روح به معنی وحی هم آمده، و كذلك اوحینا الیک روحا من امرنا، ای وحیا من امرنا. پس اگر روح به معنی وحی باشد که مناسبت هم دارد، همانطوری که روح کالبد را، جسم را حیات می بخشد، زنده میشه، همچنین وحی به انسان زندگی معنوی یعنی ایمان می بخشد. پس اگر مراد از روح وحی باشد، من یشا پیامبران هستند، یعنی خداوند عزوجل چنان ذاتی هست که بر هر کسی از پیغمبران بخواهد وحی می فرستد. به مشرکین چه ربطی داره که میگه چرا به ما نمی فرستی، به اون می فرستی؟ یا اینکه مراد از روح قرآن است. بعضی گفتند چنانچه روح موجب چی می شود؟ حیات میشه، قرآن هم موجب حیات دینی و حیات ایمانی می شود. پس اونجا من یشاء مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم میشه. اینطور تفسیر میشه، ترجمه میشه. الله ذاتی است که یلقی الروح من امره، روح را یعنی قرآن را القا می کند، من امره، من امره به معنی من فضله، از فضل خودش، علی من یشاء من عباده، بر هر یکی از بندگان خودش که بخواهد، یعنی بر محمد رسول الله. لینذر یوم التلاق، این فریضت الرسول است، تا که این پیامبر مردمان را بترساند از روز ملاقات. التلاق، روزی که مردم با هم دیگه چی میکنند؟ ملاقات میکنند. یوم التلاق بنویس مبدل منه. یوم التلاق چه روزی هست؟ یوم هم بارزون، این بدل است. یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء، روزی که آنها ظاهر می شوند در میدان محشر. لا یخفا علی الله منهم شیء، بر خدا هیچ چیزی مخفی نیست، هیچ کسی پوشیده نیست، همه و همه ظاهر می شوند. لمن الملک اليوم، اونجا گفته میشه که لمن الملک اليوم، ملک امروز مال کی هست؟ ببینید از این حدیث معلوم میشه که، از این آیه معلوم میشه که این جمله را الله عزوجل در میدان محشر بیان میفرماید، در حالی که از حدیث دیگری معلوم میشه که بین نفختین خدا این جمله را بیان میفرماید. در حدیث اینطور میاد که وقتی که اسرافیل سور اول را میدمد، همه انسان ها جان میدن، میمیرن، هیچ کسی باقی نمیماند. آخر خدای عزوجل فرشتگان را هم یکی بعد از دیگری موت میده. حدیث مفصلی است نسبتا، هیچ کس نمیماند بغیر از خدا. الله تعالی خودش میفرما لمن الملک اليوم، هیچ کسی نیست که جواب بده، نه پیغمبری وجود دارد، نه فرشته‌ای هست، نه جنی، نه انسی. خود الله عزوجل جواب میده لله الواحد القهار. خب از اون حدیث معلوم میشه که بین سور اول و بین سور دوم این لمن الملک اليوم گفته میشه. از اینجا معلوم میشه که در میدان محشر گفته میشه. علما تطبیق بیان کردند، گفتند که شاید دو بار الله تعالی اینو میپرسه. یک بار که همه مخلوقات میمیرند، هیچ کسی باقی نماند بغیر از الله، الله میگه لمن الملک اليوم، هیچ کسی جواب نمیده، خود الله میگه لله الواحد القهار. بعض وقتی که نفخه دوم دمیده میشه، بعد از 40 سال از نفخه اولا، اونطور که در روایت آمده، همه انسان ها زنده میشن. همه که زنده میشن، همه متحیر، سرگردان، مات، مبهوت.
الله دوباره در میدان حشر میفرماید لمن الملک اليوم، بازم کسی جواب نمیده. الله میگه لله الواحد القهار. این آلوسی نوشته، شما یکی دو کلمه بنویسید کل این تفسیر میاد. لمن الملک اليوم بنویسید بین النفختین او یوم الحساب او مرتين. بین النفختین یعنی بین دو نفخه هست، او یوم الحساب یا این که لمن الملک اليوم کی هست، یوم الحساب است، او مرتين یا این که خدا دو بار میپرسد. روح المانی. خب الله میپرسد لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، برای الله است، آن اللهی که واحد است در ذات و صفتش. القهار، اون ذاتی که قهار دو معنا دارد. قهار یکی به معنی خشم، غضب، قهر، اما یک معنی دیگرش چی هست؟ قهار به معنی مسلط، غالب، که اینجا غالبا همون معنا هست که بر هر چیز مسلط است، بر هر چیز قادر و مقتدر است. اليوم تجزا كل نفس بما کسبت، الله می فرماید امروز پاداش داده میشه هر نفسی آنچه که کسب کرده. لا ظلم اليوم، ظلمی صورت نمیگیرد امروز، ظلمی نخواهد بود امروز. خب ان الله سریع الحساب، این ان الله سریع الحساب جواب سؤال مقدر است. سوال پیدا میشه که خدای تعالی این همه مخلوقات را، این همه عالم را، از آدم گرفته تا آخرین انسان، میلیاردها میلیارد انسان، اینها را چطور حساب و کتاب میگیرد؟ چقدر طول میکشد؟ الله جواب میده ان الله سریع الحساب، الله زود حساب میگیره. در نصف روز تمام حساب و کتاب چی میشه؟ تمام میشه. وانذرهم یوم الآزفة اذ القلوب لدى الحناجر، باز هم فریضه نبوی، اونجا هم لینذر یوم الطلاق فریضه نبوی بود. اونجا خدای تعالی به صورت مطلق بیان کرد که خداوند هر پیغمبری را که برمیگزیند تا اینکه لینذر یوم الطلاق. اینجا مشخصا به پیغمبر خودش اون فریضه را یادآوری میکند. حال شما و انذرهم بترسانید. خب چنانچه بقیه پیغمبران هم از این روز ترسانیدند. و انذرهم یوم الآزفة، بترسان اینها را از روز آزفه. آزفه موصوف است و صفت است، موصوفش مقدر است. اصل آزفه به معنای قریبه هست. این کنایه از قیامت است. بله، چرا قیامت را میگن آزفه؟ لأجل عزوفها ای لأجل قربها. قیامت چون که چی هست؟ نزدیک هست. و آزفه معنیش هم قریبه هست. بعضی گفتن الآفت الآزفه، آفت آزفه، آفتی که نزدیک است. و بعضی گفتند که عرض کنم القیامت الآزفه، قیامتی که چی هست؟ نزدیک است، قریب است. پس عنایت بفرمایید که مفسرین نوشتن انما عبر عن القیامت بالآزفه، قیامت را تعبیر کرد بالآزفه لأجل عزوفها ای قربها، چون که قیامتی هست قریب هست. پس معنی این تفسیر این آیه و انذرهم یوم الآزفه چیه؟ و انذرهم یوم الآزفه ای یوم القیامت القریب مجیئها و وقوعها، از اون قیامتی که قریب هست مجیء و وقوعش، از اون بترسان. بله، الان این نزدیکی قیامت در آیات دیگه هم هست. خدای تعالی می فرماید اقتربت الساعه یا اقترب للناس حسابهم
و هم فی غفلت معرضون. هر جا خدا تعالی قیامت را چی گفته؟ قریب فرموده. لذا الله می فرماید و انذرهم یوم الآزفه، بترسان آنها را از قیامتی که نزدیک است. اذ القلوب لدى الحناجر، این کیفیت آزفه است. وقتی که قیامت بیاید در این هنگام دلها لدى الحناجر، نزد حنجره هستند. یعنی این کنایه از چی هست؟ بنویسه کنایه از عجز عن الکلام. انسان چنان مصیبت زده هست که نمیتونه صحبت بکنه، گویا این دل و این قلب آمده اینجا قرار گرفته از بس که حول هست. کاظمین، کاظمین، همه انسان ها چی اند؟ کاظمین به معنی ساکتین، مملووا غیظا و غما یا هما، همه ساکتند و پر از غمند. کاظمین ای الساکت حال امتلائه غما و غیظا، تفسیر کبیر گفته ساکتین حال امتلائه غما و غیظا. کاظم هستند یعنی ساکتند در حالی که پر از غم و غیظ هستند، مملو از غم هستند. ما للظالمین من حمیم ولا شفیع، این نفی شفاعت قهری است. نیست برای ظالمان یعنی برای مشرکان من حمیم، هیچ نوع دوست صمیمی. حمیم به معنی مددکار، چون که دوست صمیمی انسان را کمک می کند. ولا شفیع یطاع، و نه چنان شفیعی که اطاعت بشه، کسی حرف شفیع را گوش کند، چنین چیزی نیست. یعلم خائنة الاعین و ما تخفی الصدور. قبلا بیان قدرت الله تعالی بود و بعدا هم خواهد آمد. اینجا بیان علمش هست، بیان احاطه علمیه. خدا تعالی چنان علمش محیط به کل شیء است که حتی خیانت چشم ها را میبیند. ببین خیانت چشم یک چیزی هست که خیلی کم انسان متوجه میشه. من وقتی که با شما روبرو هستم و از گوشه چشم جای دیگه نگاه بکنم، شما هم متوجه نمیشید خیانت چشم را. لذا الله عزوجل وقتی که از این اسرار و رموز که هر کس مطلع نمیشه از اینها هم علم دارد و خبر دارد، پس بقیه مسائل به طریق اولا. یعلم خائنة الاعین. خب خائنة الاعین را گفتند که اصلش اضافت صفت به سوی موصوف است. اصلش این است الاعین الخائنه، الاعین الخائنه، چشمهای خائنه را میداند الله. بعضی گفتن نخیر، نیاز به اون تکلف نیست. خائنه اسم فاعل نیست، خائنه خودش مصدر است، مثل عافیت. عافیه مصدر هست، لذا خائنه به معنی خیانت، خیانت چشمها را الله میداند. و ما تخفی الصدور، و آنچه که سینه ها مخفی میکنند. در سینه چی هست؟ عقاید شرکیه، کفر، نفاق، هر چی که در سینه ها مخفی میکنن خدا همه را میداند. میداند، نه تنها میداند و بس به هیچ اقدامی نمیکنه، بلکه اقدام میشه. والله یقضی بالحق، الله تعالی به حق فیصله میکند، فیصله میکند به حق در همه امور. والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء، کسانی که میخوانند آنها را بغیر از الله، یعنی معبودان باطله، لا یقضون فی شیء بشیء. عرض کنم که به هیچ چیزی فیصله نمیکنه. اینجا بنویسید لا فی الامور الحقیره ولا فی الامور العظام، نه در کارهای کوچک میتوانم فیصله بکنم، نه در کار بزرگ. ان الله هو السمیع البصیر، این ان تعلیلیه هست، علت است، به دلیل اینکه فقط و فقط الله عزوجل هست. اوست سمیع، ای السمیع لکل شیء، البصیر بکل شیء. او هست که هر چیز را میشنود، هر چیز را میبیند، هر چیز را میشنود و میبیند، لذا فیصله میکند. معبودان که از خود خبر ندارند چطور فیصله میکنند؟ صدق الله العظیم. Mm-hmm.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.